بالاخره برام بابا قبل عمل کردن خوب شد. تلویزیون اعلام کرد سالانه بیش از 80,000 عمل دماغ در ایران داریم. دختر و پسر دوریز گوشت این دماغا رو بریزن جلو شیره گرسنه آفریقا سیر میشن. الان فکر کن نسل بعدی شیره آفریقا یه مشیر مماقو. اون دیگه شیر نیست شیلنگه. یه بیماری شده. طرف به یکی دوبار عمل دماغ هم راضی نیست. دماغ شده انزه نخود بازم میگه بزرگه. اینجوری پیش بره در آینده کل دماغ عبیخ میکنن جاشم گود میکنن. میشه این جمجمه‌های زیرخاکی. بعد میگن متناسب با هر نوع مهمونی میتونی یه مدل دماغ بذاری. عین موج مصنوعی. دیدی دختره موج مصنوعی گذاشته بود انزه کف دست میدون تجریش دیدیمش. تون پلک زد پرواز کرد ملتم دنبالش بگیرینش پرید. فکر کردن پهباد با ضد هوایی زدنش. موجهاش پرپر شد افتاد رو کابلای فشار قوی برق اما برق نگرفتش. از بس که بوتاکس کرده بود پروتز کرده بود بدنشو کل بدنش عایق شده بود. سهراب قایقت شا دارن عمو بیا با اینا رو بکنم.